عقب نشستی با قهر کردی. عشقم من خیلی فکر کردم واقعا من و تو در کنار هم به هیچ جا نمیرسیم هر چقدر تلاش کنیم. بیا جدا شیم. یعنی باید جدا شیم. منم این حالم خوب نیست اصلا. خودت چرت و پرت چی اصلا داری میگی؟ کنی تو به من ربطی نداره. با حقوق پیک موتوری من نمیتونم زندگی کنم. تو حقوق خودت من همون اول من دیدی اینجوری هم دیگه. بعد الان تا این حرفا نمیدادی جدا شیم پیک موتوری این دوست. الان کلی فکر کردم به این نتیجه رسیدم. من میخوام الان 7 سال تو الان فکر کردی چرت و پرت. 7 سال ما به هیچ جا نرسیدیم چون با حقوق پیک موتوری نمیشه زندگی کرد. چه زندگی نمیشه کرد؟ چیکار نمیشه کرد؟ چیه میخوای چیکار کنی؟ میخوای به کجا برسی؟ چیکار میخوای کنی؟ یعنی چه اصلا منو خورد میکنی؟ به من ربطی نداره. چی ربط نداره؟ من میخوام جدا شم. برای چی تو میخوای جدا شی؟ من چه ربطی داره؟ یعنی من حرفات نداره. من اصلا خورد نکن چرت و پرت. چالش بود. چی عقب نشستی باز غر کردی؟ عزیزم من خیلی فکر کردم دیدم من و تو به هیچ جا نمیرسیم. یعنی چی این حرفا چه میزنی؟ یعنی این حرفا چیه؟ با حقوق پیک موتوری به جایی نمیرسیم. من میخوام از تو جدا شم. نمیتونم زندگی کنم. اول اینکه تو از اول میدونستی حقوق من پیک موتوریه. چیه؟ هیچ گلیم خلیق بود. بعدش هم این حرفا چی میزنی؟ تو این 7 سال تا این حرفا نمیزدی یا؟ الان به این نتیجه رسیدم که باید اصلا جدا شیم دیگه. ما تو به هیچ جا نمیرسیم. یعنی چی حرفا چی میزنی؟ تو میبینی حال من بعد الان داره بدتر میکنه. من نمیتونم. آقا نمیتونم با زندگی. این حرفا اصلا خورد میکنی ها. میدونم من اصلا حال چه؟ حالا بعد اصلا خورد میکنی. میدونم چالش بود اینجوری اعصابت خورد نکن. چالش بود اعصابت خورد نکن. خود چالش بود. تو میبینی اصلا خورد بدتر میکنی. شاید دیوونه من